خدمت همه شماهایی که دارین ویدیوی منو تماشا میکنین. امروز شنبه 25 شهریور 1402. به همه عزیزانی که میدونن چرا این روزو تسلیت میگم، امیدوارم که بتونیم از پس این مشکلات، این غم بر بیایم، بتونیم راه درست رو انتخاب بکنیم و بریم، قوی باشیم، پشت هم باشیم و خدا هم کمکمون بکنه که نتیجه خوبی داشته باشه تلاشمون. ما فراموش نمی کنیم اما نمیتونیم که زندگی نکنیم. ما باید زندگی کنیم، زنده باشیم، قوی باشیم تا بتونیم هدف بزرگی که تو ذهن هممون هست رو عملی بکنیم، به سرانجام برسونیم و نذاریم که تمام عزیزایی که الان دیگه در کنارمون نیستن اما اون هدف رو داشتند ناامید و شرمنده بشن از ما. پس روزامون رو پرقدرت شروع میکنیم با اینکه قلبمون غمگین و ناراحتیم و بالاخره ما هم داریم توی این جامعه زندگی میکنیم و مشکلات رو میبینیم و مجبوریم باشون دست و پنجه نرم کنیم. خلاصه از اینا دوستای گلم، خوش اومدین به ولاگ جدید دیگه با من. دیروز و پیروز ما با خانواده دو روزی بیرون شهر بودیم، طرفای سمیرم. خب تا میگم خب بگین تو خونه. خب بعد من کلا یه سیستمی که دارم اینه که تا میرم تفریح بعدش یه روز باید کامل استراحت کنم. همینطور که از خونه آروم و خالی میبینین خونه بادم نیستن و من تو خونم که استراحت کنم و به کارم برسم. این هفته شلوغی دارم و باید به عالم کار برسم. خوشم میاد اصلا از اینکه سرم گرم باشه و هفتم شلوغ باشه، دوست دارم، چون بدتر از اینکه بیکار باشی تو خونه باشی. خلاص اینکه از موضوع خارج نشیم، امروز من در حال استراحت بودم و کلش تو یوتیوب بودم. حالا جدا از اینکه یکم کارامو کردم، الان ساعت 5:10 و ایناست فکر کنم، ویدیومو آپلود کردم و حالا یه سری کارهای شخصی انجام دادم و اینا. بیشتر تایمش چیکار می‌کردم؟ ولاگ میدیدم، ولاگ های چنل متانت و ولاگ های چنل ایمان. نمیدونم ایمان رو میشناسین یا نه، 100% باید بشناسین. اگه که کوروش و میا، اگه که کانال کومان رو داشته باشین، 100% ایمان هم میشناسین. بسیار بسیار ولاگای خفنی داره و کلی انرژی گرفتم از زن ولاگاش. خلاصه اینکه برای همین برای این ویدیو رو شروع کردم امروز. دیدم که توی یه دوره ایمان توی چنلش به مدت 1 هفته دیلی ولاگ داشته، یعنی هر روز ولاگ میگرفته و میذاشته یه سری روتین رو انجام میداده. من تصمیم گرفتم بیا امتحان کنیم، تایم کمتر و ولاگای بیشتر. خب بنابراین دیگه حرف نمیزنم زیاد و چون که الان 4 دقیقه هم حرف میزنم چون قراره کوتاه بشه ولاگامون و میریم که ولاگمونو روزمون که خیلی وقت شروع شده ولاگمونو شروع کنیم. کاش توپق نزنم. Let's go. خب برنامه‌ام چیه الان؟ من فردا صبح انتخاب واحد دارم. الان باید بشینم کار انتخاب واحدم انجام بدم، برنامه زیارو اینا چیه برداریم چیه بر نداریم. بعدش هم میخوام کتاب بخونم، پادکست گوش بدم، یه سری خاطر نویسی انجام بدم، یه خاطره یه میخوام بنویسم دفترم و دوشنبه صبح هم یه جلسه دارم یه جایی که بعدم بهتون میگم. بعد این جلسه قول میدم راجعش باهاتون صحبت کنم که باید یه سری کارای اونو انجام بدم، شام درست کنم و لالا برنامه فردا. من فردا بهتون میگم، قراره هر روز ولاگ داشته باشیم. امروز که شنبه است تا جمعه سعی میکنم هر روز براتون ولاگ بگیرم. اگه یه روزی هم کاری هم نداشتم بازم ولاگ میگیرم. آره خلاصه که بریم که داشته باشیم. اینم دم نوشه خوشمزمون، چای سیاه و گل سرخ و یه کمی بهار نارنج، دارچین و چای سبز نداشتم که بهش اضافه کنم. این خیلی خوشمزه میشه. برم کار انتخاب آدم انجام بدم.
خب انتخاب واحدمو کردم، الان میخوام کتاب بخونم. به این نتیجه هی رسیدیم با دوستان فردا صبح انتخاب واحدمون انجام بدیم ببینیم چجوریه. سال دیگه درسم تمومه. خب 2 تا کتاب در حال حاضر دارم میخونم. یکیش رمانه که من پیش از تو که فیلمشو حتما همتون دیدین، و دومیشم قورباغه رو قورت بده که کتاب کم حجم و کاربردیه. من تون حرف میزنم که بگم طولانی نشه. و اما نظرم در مورد کتاب پیش از تو اینه، یکی از دوستام قرض گرفتم. خب متن داستان که تقریبا مثل همون فیلمه، فقط کتابش یکم طولانی تره با جزئیات تره. کتاب پس از تو هم داره که هنوز نرسیدم اونو بخونم. و اما ترجمه این کتاب اصلا دوست ندارم. مترجمش فرزامه حبیبی اصفهانیه، همشهری عزیزم. ولی ترجمهش اصلا دوست ندارم، میتونست خیلی بهتر باشه. اما خب دارم میخونم. اوکیه. کدوم الان بخونم؟ قورباغه رو قورت بده رو نمیخونم. من پیش از تو رو بخونم. الان ساعت 7:30 و یه ویدیو هم ویدیوهای خوتن رو دیدم. توش از این چالش هایی داشتن، چالش غذا داشتن، بعد گشنم شد. خب بعد من میان ورده تو رژیمم 7 دونه آجیل دارم و 1 میوه، یعنی 7 دونه آجیل و 1 میوه میان ورده صبح تا ظهر و همینو عصرا. تو حلقمه. بعد شام امشبم چیه؟ شام امشبم مرغ و سبزیجات به اضافه سالاده که کاهو نداریم. این بده. امروزم روز تعطیلی بود، نمیشد دارم بگیرم. سبزیجاتم زیاد سبزیجات خاصی نداره. خوبه برم نخود سبز بیارم. یه کارش میکنیم دیگه. غذامو زود درست میکنم میخورم چون گشنمه. فعلا این میوه بخورم. آجیلمو خوردم. بعدش هم که دیگه هیچ کاری ندارم دیگه. احتمالاً همینطور تو یوتیوب بگردم و بعدم بخوابم. ادیت ویدیو هم هست. میخوام همین ویدیو رو براتون ادیت کنم و آپلودش کنم. Let's go. فقط ببینین چی پختم. خدایی واو. ای کاش میتونستم بوارم توی فیلم نشونتون بدم. خیلی بوی خوبه میده، خیلی خوشمزه شده. جاتون خالی. خب بچه‌ها اینم از ویدیوهای امروز. امیدوارم که این هفته خوبی داشته باشیم. هر روز میخوایم ولاگ بگیریم، سعی میکنم ولاگا رو کوتاه داشته باشم. برنامه امروزمون هم تقریبا تیک خورد، یه زیاد کاری نیست. شام بخوریم، استراحت کنیم و فردا رو با هم دیگه شروع بکنیم. منتظر باشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک بکنین و همچنین از بقیه ویدیوهای منو ببینین و چنلمو سابسکرایب کنین. خیلی خوشحالم میکنه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. خدافظ.